پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. ای فزان عمری که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنجی بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش تو شکر. عاقبت شوکت والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمد از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افگند به سراپای پدر. خانکالای کونه و انبوتای کونه است. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون اشمتو جا هم بنگر. یادت است که گفته بودی آدم نمیشی. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته بیرون شد از در. نشتو جکنه آفرین بچه بیار از این نانمانت بیار دیگه کاری داری. نه سر تکان داد پس برآمد. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. نگفته بودم که حاکم نمیشی. اگه تو حاکم واقعا شده بودی پیش من می آمدی، مرا تو اینجا نمیخواستی، ولی هنوزم آدم نشدی.